سلام و درود خدمت شما بینندگان و عزیزان گرامی، خسته نباشید و وقت شما بخیر. دوستان از شما این تصویر رو تماشا کنید. خوب به چهره که آشنایی داریم، همه تان میشناسین. یک آدم جهادی بود که چند قبل بر علیه جبهه مقاومت مبارزه میکرد، ولی بدبختانه فعلا نمیدونم به کشور ازبکستان است یا که به کشور روسیه است. از این دو تا کشور یک کشور خودش را مهاجر کردن و رفتن مهاجرت. دوستان عزیز، خیانت به خاک، خیانت به وطن، خیانت به ناموس، خیانت به خواهر مادر، عاقبتش همین میشه که دوباره رنگ زرد باشه و بری به کشور دیگه یا بری کارگری کنی، بالاخره یک خاک را بالای سر کنی، چون خیانت به وطن کردی، خیانت به خود کردی، عاقبت